والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آیه‌ای که خدمت شما بزرگواران تلاوت شد و حدیثی که قرائت شد در موضوع دوست داشتن وطن و حفاظت وطن صحبت خواهیم داشت که خداوند در این آیه مسلمانان را بر 3 چیز توصیه می فرماید: صبر و مصابره و مرابطه است که و 4م تقواست، خدا ترسی است که هر 3 این را در بر میگیرد. و صبر بر 3 نمود است: صبر علی الطاعت، یعنی پایبند و نگهداری نفس بر کارهایی که خداوند و رسول او دستور داده باشند، هرچند که این کارها بر طبع نفس گران باشند. دوم صبر المعاصی، یعنی خودداری از چیزهایی که خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند، هرچند که این معاصی شیرین و لذیذ باشد. سوم صبر بر مصائب، یعنی بر مصیبت ها و مشقت ها صبر کردن و زیاد پریشان نشدن و تمام مشقت ها و راحت ها را از طرف خدا دانستن، نگذارد که نفس از کنترل خارج گردد. دوم در مورد مصابرت از لفظ صبر گرفته شده و معنای ثابت قدم ماندن در هنگام حفظ مرز و بوم از دشمن. سوم مرابطه از رباط گرفته شده که در اصل معنای آن بستن است. بنابراین رباط و مرابطه به معنای بستن اسب و آمادگی برای حفظ و مرز و بوم خویش از دشمن به کار رفته است و در قرآن کریم برای همین معنی به کار رفته است. من رباط الخیل، یعنی در اصطلاح قرآن و حدیث این لفظ برای 2 معنی به کار رفته است. نخست حفظ مرزها که برای آن اسباب و وسایل و اسباب جنگی ضرور است تا دشمن جرأت نکند که بر این مرز و بوم نگاه بدی بدوزد. دوم این چی بود؟ در مورد مرابطه بود، یعنی رباط بود. رباط یعنی حفاظت از وطن و در اینجا رباط را یعنی ترجمه کردن، یعنی میفرمایند که عبارت است از آماده باشی با دشمن برای حفظ مرز و بوم خیش و این خیلی ثواب بزرگی دارد و فضیلت زیادی دارد که در این باره در صحیح بخاری از سهل ابن سعد ساعدی رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: مرز بوم یک روزه در راه خدا از دنیا و آنچه که در دنیا است بهتر است. و در صحیح مسلم بر روایت سلمان رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: یک مرزبان شبانه روزی از روزه گرفتن 1 ماه پشت سر هم، یعنی 1 ماه روزه گرفتن، 1 شبانه روز مرز حفاظت کردن ثوابش بهتر است از اون کسی که 1 ماه را روزه میگیرد و شبهای اون ماه را عبادت میکند. 1 روز مرز نگه داشتن از ثوابش از این بالاتر است. و در ادامه میفرماید و اگر کسی در این حال بمیرد ثواب عمل رباط، یعنی ثواب عملی اون مرزبانی اون
برای او همیشه جاری خواهد ماند. یعنی تا روز قیامت نامه اعمالش بسته نمی شود. تا روز قیامت گویا این که اون شخص در حفظ و مرز بوم خویش همیشه حفاظت کرده است و جان خود را باخته است و ثوابش و اینچنین از شیطان و از حساب و کتاب قبر آزاد می شود و اون سوالی که در قبر می شود از اونها محفوظ می ماند. ابو داود به روایت فضاله ابن عبید نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود هر شخصی که بمیرد عمل او با موتش تمام می شود بجز سه گروه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود صدقه جاریه و یا اینکه علمی که از اون علم نفع برند یا فرزند صالحی که برای پدر و مادرش دعا کند. و وقتی که این اسباب قطع شد، یعنی این کسی که کپروک ساخت یا این که کتاب تخریج کرد و نوشت و برای مردم گذاشت که از اون استفاده میبرند، تا زمانی که مردم به اون نیاز دیگر پیدا نکردن پس اون ثواب هم قطع می شود. اما این مرزبان بر خلاف اون است. تا روزی که قیامت برپاست در نامه اعمالش ثواب کتابت می شود.